صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حسابات رئیسان ولایت‌های ختلان، سوخت، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اینچنین رئیسان شهرهای وحدت، ترسونزاده، حصار و ناحیه رودکی را دایر به اجرای امر و فرمانهای پرزیدنت و قرارهای ستاد جمهوریوی اوید به مبارزه و پیشگیری از پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 شنیدند. در جریان صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها جهت تقویت تدبیرها اوید به پیشگیری و مبارزه با بیماری کووید 19 به اهالی فهمانیدن کارهای پیشگیری کننده، رعایت دستور و سپارش‌های از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد گردیده، منع چاره‌بینی‌های عمومی، استفاده نقاب ضمن برآمدن به کوچه و جای‌های سیرودن، بی‌ضررگردانی مؤسسه‌های خوراک عمومی، بازار و دکان‌ها و گلگشت و خیابان‌ها دستور و سپارش مشخص دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که کارهای پیشگیری و رعایت گیگین شخصی یکی از تدبیرهایی میباشد که امروز برای هر یک شهروند از سر وقت دیده ضرورتر است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به راهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها دستور دادند که با مردم علاقه زیست داشته باشند، تمام مسئله و مشکلات پیش آمده را فوری و دسته‌جمعانه حل و فصل نمایند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان همچنین سپارش دادند که برای فراوانی بازارها، استحصال محصولات کشاورزی، جانب نمودن کشت و کاری بهاری و کشت تکراری، سفربر نمودن مردم به استفاده مقصدناک زمین خواجگی‌های دهقانی و مخصوصا زمین‌های نزد حولگی و تامین مردم با محصولات نیازی اول تدبیرهای سریع وقتی اندیشند. مردم باید به زندگی روزمره و آسایشته ادامه داده به رجای کاری هر روزه و حیات آسایشته در دایره تدبیرهای پیشگیری کننده از این بیماری ادامه دهند، تاکید نمودند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان.